خب بریم واسه پیکو پکو دکو پکو همه چی. بریم همینجا شروع کنیم. شاید اونم تاثیر داشته. خب بریم. این که این راجر است، اینم که اینه که اینه، اینم که آیکون پیکه. بریم آیکون پیکم بزنیم. امیدوارم 13. این که 75 گل آقای آنتونی یه 84 داد. یه 83 یه 84 یه 81 اینجا بود. یه این برای شما هم یه موزیک آرومی بذارم ها. اون زیر میرا یه موزیک بیتوری بذارم براتون. یا بذار همین یارو بذارم شما هم گوش بدیش. کو موزیکمون یه چی هم میذارم شما گوش بدید. همین که من گوش میدم و شما گوش بدید. زیاد بود بگید کمش کنم. من خودم نم چقدر زیاد بود بگید کمش کنم. خب بریم برای این 2 از 5 89 مکس به امیده. مرسی عزیزم، مرسی، ممنون عزیزم، مرسی. خب بریم. توضیحات هم هیچی ننوشتی. مرسی عزیزم. چی امیده؟ آقای معارضه داد. این کارتش چیه؟ ممنونم بازم آریه جان. عجب کارت خوبیه. مکس 89. این دروازه‌بان دوباره داد به دالیو داد که نمیدونم کی هستن. نمیدونم هرچی آتو آشغاله داد دیگه. یعنی 3 تا زن یه تکراری. چیه این؟ خدایا خون گریه کنم. این دوتا برمیدارم. خب راجرم کدومش رو باید بردارم؟ راجر کمر رو باید بردارم. راجر الامه بود بهتر بود فکر کنم. الامه مثل که بهتر بود. آره الامه بهتر بود. آره الامه مثل که بهتر بود. آره المه مثل که بهتره. این تو که بادش میاد. من المش رو برمیدارم. حالا اشتباه هم برداشتیم که برداشتیم. خب این مشاهده آشغال داد. بریم سراغ آیکان. بریم امیدوارم یه چی خوب بده دیگه واقعا. What؟ خیلی میگن این خوبه ولی این کجاش خوبه؟ حاجی این آتو آشغالا چیه؟ وای این آتو آشغالا چیه کنار هم؟ وای مثبت 87 همش 88 89. وای وای این آشغالا چیه؟ وای مایکل اوون هم این کارتر رو بر نمیداره. اینم که دارم.
واو فقط این پویوله یه چوسه. این آشغالا چیه؟ وای من واو یه هم از این عالی. خب یه بیتی چیزی براتون بذارم. وای وای من یوتیوب نمیگه. بدنم درد گرفت کاش نمیبستمش. چی بود دیروز گفت ببند جدی اگه بریم برای پردی دیگه به جهنم. وای 4 تا شت کنار هم دیگه. تو کابوس هم چنین چیزی نمیدیدم. بریم بذار این اوون بی پدر رو اون یارو ببینم چه قیمته. این اوون اولاق چه قیمته؟ 60-70 که اون اشنایگره چنده؟ 80 که اون مریض کی بود؟ اون پویو رو نکن. اون یکی هم که تکلیفش معلومه. پویول ندی دور این ایونت ها این دوتا چی قیمته؟ با اینکه این اسپیدش بهتره. بمپرسی چولاق چنده؟ باورم نمیشه. بمپرسی هم 60-70 که یعنی سه تا یه قیمت یه دونشون حالا 10 کی بالاتره. آن سه تا ببینم. بدترین پیک تاریخ بود فکر کنم.